بانک آینده ناترازترین بانک خصوصی در کشوره. نزدیک به نیمی از اون پولی که ما تو قطر از اون بلوکه شده الان بانک آینده بدهی داره به بانک مرکزی. این از کجا برش؟ از پول مردم برداشته. یعنی یه درصدی از تورمی که تک تک ما هر روز در هر چیزی باهاش مواجه هستیم به خاطر فقط بانک آینده است. خونه میخوای بخری، ماشین، هر چیزی یه درصدی از تورمش برای بانک آینده است. ما حرف اون اینه بانک آینده به عنوان نماد این وضعیت نابسامان بانک‌های خصوصی که تبدیل شده به این محفلی برای چپاول سرمایه برای عده خاص، این باید باش برخورد بشه تا به صورت دومینو با بقیه هم برخورد بشه. زمانی که روسیه با اوکراین جنگ کرد تا قبل از جنگش تحریم‌های علیه روسیه کمتر از تحریم‌های علیه ایران بود. بعد از جنگ با اوکراین روسیه بیشتر از ایران تحریم شد. یعنی الان روسیه رکورددار تحریم، ایران دومه. ولی جالبه که تو این مدت روسیه تونسته ارزش پول ملیش رو حفظ بکنه. یه علتش چیه؟ نمیخوام بگم همش. یه علت مهمش چیه؟ همون ابتدا بانک مرکزی روسیه مردانه عمل کرد و چند صد بانک متخلف روسیه رو جلوشو گرفت، مجوزشو باطل کرد. ما چی کار کردیم؟ ما سال‌هاست درگیر جنگ اقتصادی هستیم. سال 91 بانک مرکزی ما تحریم شد تا الان 14 ساله. آیا یک بانک متخلف اومدن اعلام بکنن و مجوزشو باطل بکنن؟ چند تا بانکو ادغام کردن ولی اونم فایده نداره. بانک باید مجوزش باطل بشه، مسئولینش محاکمه بشن، این بشه مایه عبرت بقیه، نه اینکه بی سر و صدا سر و تجربه بخوان عمدی به مالم بگن آقا ادغام کردیم. ادغام فایده نداره. بانک آینده باید منحل بشه، رئیسش محاکمه بشه و بقیه هم به همین سبک انجام بشه. حالا مانعش چیه؟ رؤسای سه قوه تا الان به مصلحت ندانستن این کار رو. ما داریم پیگیری میکنیم. ما عزت‌خواه شاهد حالا جلسات مختلف داشتیم، بتونیم با بانک آینده انشالله این وضعیت رو به صورت یک دومینو آغاز بکنیم.